با اجازه حاضران محترم خانم زمانی یه مطالبی عرض می‌کردیم درباره سخنرانی که آقای دکتر مولایی قرار بود انجام بدن درباره مولانا. ایشون می‌خواستن درباره نینامه صحبت کنن و انشاءالله در دفعات بعد تشریف میارن و کارشون انجام میدن. ولی اون چه ما یعنی من امروز از این یعقوب چرخی که استاد هم میدونن در مثنوی یک جایی مولانا از قصه محمد سررزی بحث کرده که از قول سررزی یه چیزی نقل کرده که معلوم میشه که سررزی خودش این وجه تسمیه ساختگی رو در مورد خودش به کار برده که مولانا هم از او استفاده کرده. سررزی، رز یعنی نو و تاکستان و تاک، رز تاکستان و تاک، سررز میشه برگ مو. مثلا اون محمد سررزی گفته است که من به سبب اون که 7 سال برگ مو میخوردم، زردشو در خزان و سبزشو در بهار و تابستان، این که رنگم اینجور سبز شده است و فلان، و مولانا هم این رو در مثنوی بیان کرده. ولی من این رو به رأی العین دیدم که هرگز چنین نبوده. یعقوب یک رساله کوچیکی داره، در اونجا در عنوان وجود اولیا و مناطب ایشان می نویسد که یعقوب ابن عثمان ابن محمد ابن محمود الغزنوی ثم الچرخی ثم السررزی. این گفته خود. حالا میگه چرخ یکی از روستاهای بزرگ است که امروز جزو ولایت لوگرد هست در ازبکستان. در دورتر از مرکز چرخ مزاری است که همه اونجا میگن مزار یعقوب چرخی که به زیارتش میرن و من هم رفتم و میگن که معلوم هست که اون مزار یعقوب چرخی نیست، مزار اجداد آبای اوست. یعقوب یک تفسیری دارد که این تفسیر به فارسی است و در لاهور چاپ شده. در اونجا میگه پدر من از ارباب علم و مطالعه و مردی پارسا و متصوف بود، به قدری پرهیزگار بود که میگه روزی از خانه همسایه آب آوردند، چون آب در کاسه یتیم بود نخورد. پدر یعقوب. و رباعی زیر را از پدر خود یعقوب چرخی در تفسیر نقل کرده است: جز فضل تو راه کی نماید ما را، جز جود تو بندگی که شاید ما را، گر چله هر دو کون طاعت داریم، بی لطف تو کار بر نیاید ما را. آنچه به کار ما می آید این است که رز، این تصریح چرخی است، یعقوبه، رز دهی است از دهات چرخ که در اول بساطین چرخ است، مسکن آبا و اجداد این فقیر آنجاست. عنایت فرمودید، اهل اونجاست یا لااقل پدرش مال اونجا. من مزار مولانا چرخی رو زیارت کردم در چرخ و دیگر نواحی اون، مثلا در بخارا، سمرقند و جاهای دیگه. اگر شما مستقیما به زمین نگاه نکنید یا مستقیما چشم به آسمان ندوزید، معمولی نگاه کنید، زمین و زمان همه جا داربست مو و انگور و برگ. یعنی یک جایی است که همه جا بر مو و انگور هستیم و خوشه های انگور از لابلای دربست ها و برگ ها چشم ها را نوازش میکنند. و سررز کلمه است نظیر سرچشمه، نظیر سر پل ذهاب، سرکانی در مهابات یا سرکاری، سر آب و کلمات بیشمار دیگر. محمد سررزی هر که بوده، مولانا از قول او چنین نقل کرده است در مثنوی که 7 سال از سوز عشق جسم پز، در بیابان خورده‌ام من برگ رز. اما آن سررزی اهل سررز بوده، نظیر سرابی، تبریزی، هشترودی و نظایر اونا. برگ رز
نخورده بوده. این مولانا تفسیری دارد از فاتحه تا پایان قرآن، یعنی یک تفسیر کامل که عرض کردم در لاهور چاپ شده. نسخه هایی از اون هم در کتابخانه های دیگه از جمله در بادلیان هست، موزه بریتانیا هست، قاهره هست و جاهای دیگر هست. یک چیز جالب در این تفسیر، من نمیدونم این تفسیر رو حتما در دانشگاه ادیان و مذاهب قم و اینها حتما میشه پیدا کرد. من یک بار در هندوستان این رو 1-2 ساعت نگاه کردم. چون میگه در بلده فاخره بخارا در آمدم، از تفسیر این رو در رتل القرآن ترتیلا این عبارات هست. چون در بلده فاخره بخارا در آمدم، از شهر هرات آمده بودم. شبی به خاطرم آمد که به کدام علم مشغول شدم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را به خواب دیدم که قرآن میخواند آهسته آهسته. به خاطرم آمد که چرا آهسته میخوانند. باز هم در خواب به خاطرم آمد. البته من می نوشتم یادم رفته بود عرض کنم، امروز شفاهیشو گفتم، من خاطرم نرسید که بگم. این خاطره رو در سوره ورتل القرآن ترتیلا آورده است، در اونجا این مطلب رو میگه. به خاطرم رسید ورتل القرآن ترتیلا در حق ایشان است و دانستم که اشارت است به قرائت تفسیر قاضی ناصرالدین بیضاوی و این از رؤیاهای صالحه در سنه 82 و 700 بود، 782. این خواب را دیدم و ایدم. از سوانح حیات او که از تفسیرش برمی آید این است که او را فرزندی بود که در 17 سالگی رخت از جهان بربسته است و پدر را به مرگ خود داغدار کرده. خود می نویسد این فرزند، این فقیر را فرزندی بود 4 ماه کم 17 سال، به انواع کمالات آراسته، حسن صوری و معنوی داشت. چون وی فوت شد خاطرم متألم شد، بر سر قبر وی متوجه بودم. به خاطرم از روحانیت او این بیت گذشت: با 2 قبله در ره توحید نتوان رفت راست. با 2 قبله در ره توحید نتوان رفت راست. یا رضای دوست باید یا رضای خویشتن. و این شعر رو با ابیات دیگر به خط میمون خود در پشت کتابی نوشته بود و بسیار میخواند: بر در میدان الا الله به تیغ لا اله، شرط عقلت هرچه غیر است آن به قربان داشتن. شرط عقل است هرچه غیر است آن به قربان داشتن. چون جمال زخم چوگان دیدی اندر کوی دوست، خیشتن را پای کوبان گوی میدان داشتن. البته این هر 3 بیت از ثنایی است و من با اجازه استاد زمانی این مطلع یک قصیده است که من فقط 2 بیتشو میخونم و عذر میخوام که جایش با. این شرط مردان نیست در دل عشق جانان داشتن، بس دل اندر بند وصل و بند هجران داشتن. بلکه اندر عشق جانان شرط مردان آن بود، بر در دل بودن و جان پیش فرمان داشتن. و این نینامه‌ای که هست و یعقوب زندگیش معلوم نیست ولی 751 فوت کرده، رساله است که مورد توجه جامعه هم بوده و جامعه هم یک رساله نینامه‌ای داره و از علمای از فلاسفه دوره صفوی مولا محسن فیض هم یک رساله مشواق دارد که اون رساله هم تحت تاثیر نینامه چرخی و طبعا نینامه مولانا جامی است. با باز یاد خیر از استاد دکتر مولایی و واقعا خیر مقدم. من با آقای دکتر خیلی خوش آمدید. قربان. نام خداوند مهرگستر مهربان، ما به خرمنگاه جان باز آمدیم، جانب شه همچو شه باز آمدیم. سیر گشتیم از غریبی و فراق، سوی اصل و
سوی آغاز آمدیم. سلام به همه عزیزان، استادان محترم که در این مجلس حاضر هستند و از بیانات جناب آقای دکتر توفیق سبحانی که از محققان و مولانا پژوهان و متن پژوهان مربوط به خاندان مولانا هستند هم استفاده کامل کردیم و انشالله که قلمشون و بیانشون بر دوام باشه همیشه. اون موضوعی که ما دیشب با آقای دکتر توفیق سبحانی به ذهنمون رسید ارتجالاً بود، یعنی بدون پیش زمینه قبلی. گفتیم خب درباره اینکه اصلا ما چرا بعد از اینکه مولانا 800 سال از زمانش گذشته، حالا چه ضرورتی داره که آثار مولانا خوانده بشه و کلاً پیام مولانا برای بشر امروز چی هست. خب ما وقتی که سراغ آثار مولانا میریم به این قصد نیست که فقط لغت یاد بگیریم و ترکیبات ادبی برای احیانا تقویت نگارشمون، هرچند که اون هم هست در بر داره، اما خب اگر چنین باشه چرا نمیریم دیوان منوچهری رو بخونیم؟ مگر او در عرصه ادبیات کم وزنی داره؟ یا عنصری، فرخی، دیگر شاعران. پس اینجوری نتیجه میشه که ظاهراً گرایش عمومی مردم چه در داخل و چه در سطح جهان به آثار مولانا فراتر از یافتن واژگان و تعبیرات و ترکیبات ادیبانه هست. گویی که در این متن گمشده‌ای جستجو میشه، یافت بشه و احیانا نسخه‌ای و مرهمی باشه برای دردهای بشر امروز. کلاً ما اگر بخوایم آثار مولانا رو تقسیم بندی بکنیم به لحاظ موضوعی و محتوایی به 3 قسمت تقسیم میشه. برخی از آثار مولانا جنبه تعلیمی و آموزشی داره که نمونه اعلاش مثنوی معنوی هست که یک دوره عرفان رو در سطح عموم مردم، اعم از خواص و عامه مردم که تخصصی در این زمینه ندارن، برای همین است که بیان خودش رو برخلاف صوفیان بزرگ و عارفان نامدار نظیر ابن عربی و شاگرد و شارح بزرگ صدرالدین قونوی که هم عصر و هم زمان مولانا بود، مولانا برخلاف نگارش اونها که دشوار و بسیار عبوس و دیریاب می نگاشتند، مولانا سخن خودش رو، پیام خودش رو در قالب تمثیل و حکایت و مثلهای توجیهی و ابتکاری که الحق در این وادی تمثیلات توجیهی که بیش از شاید 500-600 تمثیل از این گونه اختراع کرده، مقاصدش رو بیان میکنه. خب جهتش این است که همه فهم بکنن و همه بر این خوان بیدریق بنشینن و هر کس به اندازه ظرفیت و ظرف خودش از این خوان بیدریق بهره مند بشه و روح خودش رو نشاط ببخشه و چالاک بکنه. و بخش دیگری از آثار مولانا که عمدتاً باید دیوان غزلیات رو نام ببریم، جنبه شیدایی و
شورانگیزی داره که غزلیاتش نمونه اعلای این هست. خب ما وقتی که مثنوی رو نگاه میکنیم، فیه ما فیه رو، همچنین دیوان غزلیات رو که پر از شور و هیجان و به اصطلاح هیجانات فراتر از هیجانهای عادی میبینیم و میابیم، خب تصور ما از چنین گوینده این است که اصلاً پاش روی زمین نباشه، همش در ماورای بنفش به سر ببره، هیچ گذری و گذاری به مادون قرمز نکنه، به زمین نیاد، در حالی که یک کتاب دیگری داره به نام مکتوبات یا مکاتیب که بر خلاف مکتوبات عارفان و صوفیان که محور اساسی و عمده مکتوباتشون، نامه‌هاشون مباحث غلیظ و عمیق مسائل عرفانی است، مولانا مکتوبات رو در واقع میتونیم بگیم مدنیاتش هست. تعجب میکنیم که چنین آدمی که میگه من این ایوان نهتو را نمیدانم، من این نقاش جادو را نمیدانم، چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم، کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. یه همچین آدمی بیاد عین دیگر مردم همون مسائل روزمره رو تجربه بکنه، همون قضایایی که در هر خانواده‌ای پیش میاد، در هر محله‌ای، میبینیم که در مکتوبات یک آدم کاملا زمینی هست. عروسش میاد نزد مولانا و شکایت میکنه از بهاءالدین ولد، فرزند ارشد مولانا، که رفتارش با من درست نیست، اختلاف خانوادگی رو مطرح میکنه. مولانا هم جانب عروس رو میگیره، میگه حقاً ثم حقاً، اگر بهاءالدین یک بار دیگر در آزار شما بکوشد، سلام او را جواب ندهم، دست شما دل از او برکنم و به او اجازه ندهم که بعد از مرگم بر سر قبرم هم در آید و فاتحه‌ای بخواند. یه همچین آدمی با درگیری‌های روزمره، همون مسائل روزمره‌ای که در هر خانواده‌ای هست، یا پسر دیگرش علاءالدین قهر میکنه، حالا به چه دلیل زیاد واضح نیست، نامه‌ای مینگاره که فرزندم بیا منو عفو کن، منو ببخش، برگرد هر چه زودتر. از اون طرف ارباب حاجات، نیازمندان میان در منزل مولانا که آقا ما بدهکاریم، ما بچه بیکار داریم، جوان بیکار داریم. مولانا نامه ها می نویسه با اون اعتباری که نزد بزرگان و صاحبان قدرت داره، نامه می نویسه، رفع گرفتاری میکنه، حتی جهیزیه دختران دم بخت اما فقیر رو چقدر جهیزیه فراهم میکنه. خب اینها نشان دهنده این است که مولانا همچین هم نیست که ما در ابیات غزلیات تصور میکنیم که هرگز نگاهی، حتی نیم نگاهی به زمین نداره. نه، توانسته در واقع جمع سالم بین عرفانیات و مسائل دنیوی و از این جهت ابعاد عرفانش ابعادی کامل هست، هم گرایش به زمین و مسائل روزمره داره و هم این که
مسائل آسمانی درش منعکس هست. سوال که دیشب ما در خدمت آقای دکتر توفیق سبحانی بودیم، موضوع بحث امروز این سواله که خب ما چرا باید آثار مولانا رو بخونیم؟ و قبل از اینکه وارد این بحث بشم عرض میکنم که این مکتوبات رو یا مکاتیب رو که آقای دکتر توفیق سبحانی تصحیح کردن واقعا خواندن داره، تصحیحی است عالمانه و دقیق. خب ما موضوعمون این هست که موضوع بحث که من سعی میکنم زیاد هم طولانی نباشه، در چند محور خلاصه میکنم که خب انسان امروز در این قرن 21 چه نیازی به مولانا داره، به آثارش. بنده عرض میکنم که آموزه های مولانا به مهمترین نیازهای وجودی انسان پاسخ داده. انسان یه نیازهای ذاتی و لایتغیری داره، همیشه ثابت هست که اون نیازها همیشه با انسان هست. از این حیث انسان دیروز و امروز معنی نداره، این نیازها همیشه با او هست. این که انسان میخواد آرامش روانی داشته باشه، این که میخواد زندگی براش معنی داشته باشه، پوچ نباشه، خب اینا نیازهایی نیست که بگیم حالا که 800 سال گذشته پس دیگه این چیزا مطرح نیست. اتفاقا خیلی هم مطرح هست و جدیتر هم هست به دلیل تنوع مشکلات و مسائل امروز بشر. این مسائل از جمله افسردگی ها، پژمردگی ها، احساس تنهایی ها، اینها احساسات خیلی عمیق و جدی شده. از این جهت تفاوتی نمیکنه بین انسان دیروز و انسان امروز. مولانا یکی از مباحثی رو که تعلیم میده این است که همدلی پیوندی است که همه جوامع بشری رو به همدیگه وصل میکنه. خب انسان امروز نیازمند به همدلی هست. همزبانی خویشی و پیوندی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. مثل یک اسیر میمونه، یک کسی که زبانش دریافت نمیشه و فهم نمیشه. به قول یکی از متفکران معاصر، انسان امروز مثال این است که از پشت انسان‌های امروز از پشت یک دیوار قطور شیشه‌ای با هم صحبت میکنن. ظاهراً دست تکون میدن، لب و دهانشون حرکت میکنه، میجنبه، اما نه او سخن این طرف رو میشنوه نه این طرف سخن او رو. مولانا در 800 سال پیش گفت که آقا همزبانی که موجب خویشاوندی میشه، از همزبانی مهمتر همدلی است. مرد با نامحرمان چون بندی است. پس زبان محرمی که همدلی باشه خود دیگر است. همدلی از همزبانی بهتر است. این همدلی شامل وحدت فرهنگ هم میشه. ببینید زبان خالص نمیتونه میان اقوام اتحاد برقرار کنه. الان میبینیم در سطح جهان خیلی از ملل زبانشون واحده، زبانشون مثلا اسپانیولیه، اما کشورهای مختلفی هستن. چرا؟ برای اینکه از زبان مهمتر فرهنگه، فرهنگ واحد ندارن و از فرهنگ مهمتر
و عمیق‌تر همدلی هست. این است که الان هم شما می‌بینید نژاد و نوع نژاد، نوع زبان، نوع آیین، هنوز قرن 21 هستیم، در سطح جهان داره قربانی میگیره. اما مولانا در بحبوحه جنگ‌های صلیبی، در گرماگرم تاخت و تازهای مغول چی گفت؟ گفت همزبانی خویشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان. پس ببینید همزبانی نمیتونه وحدت ایجاد کنه. ای بسا دو ترک چون بیگانگان. خب ببینید اگر وحدت فرهنگی باشه، وحدت دل باشه، وحدت ایجاد میشه، یگانگی. در یکی از بخش‌های فیه مافی هست که مولانا میگه که به یارانش من رفته بودم جانب آنتالیا، همین آنتالیای معروف که امروز هست، از شهرهای تفریحی و جنوب غربی قونیه که البته بنده نرفتم اما شنیدم. مولانا میگه که من روزی در انطالیا برای عده‌ای از رومیان که هم کیش و هم آیین ما نبودن سخنرانی میکردم. بعد عده‌ای از اینها میگریستند و متذوق میشدند، یعنی ذوق و حظ معنوی میبردند و حالت میکردند و یک احوال معنوی بهشون دست داده بود. بعد یارانش میپرسن، میگن یا حضرت مولانا اونایی که همزبان ما نبودند چطور اینا متذوق میشدند و میگریستند و حالت میکردند؟ مولانا میگه مهم نیست که نفس زبان را درک کنند، بلکه اصل مقصود کفایت میکنند. اونها متوجه شدند که من دارم از عالم انسانیت، از دل و معنا صحبت میکنم و این زبان مشترک هممون بود. خب میبینید که بشر امروز هم نیازمند به همدلی هست، همزبانی هست تا بتونه صلح و صفا و دوستی رو برقرار کنه. یکی دیگر از آموزه های مولانا عدم تعصبات منفی و ویرانگر هست و یکسونگری در تحری حقیقت، در جستجوی حقیقت. انسان خب ذاتاً باید گوهرشناس باشه. این گوهر در هر جا که یافته شد، این گوهره، فرقی نمیکنه در خاک باشه یا در پارچه حریری پیچیده شده باشه. وقتی انسان گوهرشناس باشه، گوهر رو در هر لباسی دیده خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. مولانا میگه که فهم ما آدم ها نسبت به حقیقت کل یک فهم نسبیه. اینطور نیست که فهم مطلق باشه، نسبی است. و برای همین حکایت فیل در تاریکی رو میاره که خوندید. عده‌ای که فیل ندیده بودن در تاریکی فیلی رو آوردن. هر کس که یکی از اعضای فیل رو لمس میکرد تصورش رو بیان میکرد که مثلا فیل مانند ستونه چون پاشو لمس کرده بود، کمرشو لمس میکرد میگفت این تخته و قس علی هذا. بعد میگه که خب نگاه ما هم و برداشت ما و فهم ما هم از حقیقت کل به همین شکل هست، مطلق نیست. هر کس بخشی از این پازل رو تهیه میکنه تا اون شکل کلی حاصل بشه. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی.
ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیره چشمیم و در آب روشنیم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. خب میگه اگر ما برسیم به یک بینش باطنی میبینیم که هیچ اختلافی با هم نداریم، تنها در اسم و عنوان اختلاف هست. یک غزلی هم داره مولانا که میگه خالق ارواح ز آب و ز گل، آینه‌ای کرد و برابر گرفت. خالق ارواح که خداونده. خب طبق آراء عارفان و حکیمان متعله و حقیقت جو، انسان مظهر کامل صفات و اسماء الهی هست. هر یک از موجودات مظهر برخی از اسماء الله هستند، اما انسان مظهر تام و تمام اسماء الله هست. صفت علم، بخشش، قهاریت، رحمانیت، همه این صفاتی که در خداوند ذاتی هست پرتوی هم در انسانها تابیدن میگیره. بنابراین در واقع به قول مولانا خداوند که خواست خودش رو تماشا بکنه انسان رو آفرید، آینه‌ای کرد و برابر گرفت. یک آینه کلی و نوعی که انسان نوعی باشه. اما خب انسان بخواد تحقق وجودی پیدا بکنه به صورت نوعی و کلی نیست. انسان‌ها به صورت اجزا و افراد روی کره زمین تحقق عینی و نفس الامری پیدا میکنن. خب این آینه نوعی یک آینه کلی بود که نمایش میداد اسماء الله و صفات الله رو، اما وقتی که این آینه کلی خرد شد و تکه تکه شد، زاینه، بله میگه خالق ارواح ز آب و ز گل، آینه‌ای کرد و برابر گرفت. زاینه 100 نقش شد و هر یکی هرچه مروراست میسر گرفت. یعنی وقتی که اون انسان نوعی که آینه کلی بود حالا به صورت جزئی در اومد، به صورت حسن و حسین و پرویز و سیروس، حالا این آینه خرد شده. هر کس که این آینه رو میبینه اون حقیقت رو در حد و اندازه وجودی خودش تماشا میکنه. تمام این آموزه ها جهت این است که انسان مطلق گرا نباشه و کلیشه‌ای نباشه، به هر حال به سخن مخاطب هم گوش فرا بده. یا در مثنوی هست که میگه همچنان که در دفتر دوم، همچنان که هر کسی در معرفت می کند موصوف غیبی را صفت، فلسفی از نوع دیگر کرده شعر، باحثی مر گفت او را کرده جر. این حقیقت دان نه حقند این همه، نی به کلی گمرهانند این همه. خب این آموزه ها الان برای بشر امروز لازم هست. چرا که ماها هی میخواییم بگیم که فقط حرف صحیح و درست رو من میتونم بزنم، مخاطب نمیتونه بزنه. چقدر این ایجاد سوء تفاهم میکنه در سطح جهان میان این 7 میلیارد انسان. یکی از مشکلات عمده عدم تفاهمشون همینه، این دیوارهای ذهنی که ما در برابر یکدیگر میگیریم و خودمون رو پشت اون دیوارها قرار میدیم و از دیگری بیگانه و دور هستیم. این دیوارهای ذهنی رو میگه فرو بریزید. ماها به هر حال وجودمون نسبی هست و فهممون هم میتونه نسبی باشه، پس اجازه بدیم که شاید مخاطب هم حرف حسابی داشته باشه. خب این هم از مسائلی است که مولانا خیلی تأکید میکنه و بشر امروز هم درگیر همین مسائل هست. یکی از آموزه های دیگر مولانا که بسیار اهمیت داره و الان
انسان‌ها نیازمند به این تعالیم هستند که زندگیشون رو به بهشت تبدیل کنن، بهشت روی زمین. والله یدعو الی دار السلام که در قرآن کریم آمده، خداوند دعوت میکنه مردم رو به دارالسلام، سرای سلامتی، سرایی که درش ستیز و مناقشه و من بالاترم، منم این حرفا نیست. سلامت از شرک، سلامت از خودبینی و سلامت از همه اون انگیزه های اهریمنی است. خب بهشت هم یک چنین فضایی هست که درش اضداد وجود نداره. اضداد در این عالم ناسود هست، در بهشت سلامتی هست، هیچ نوع تضادی در اون جهان نیست. بنابراین این سلامتی و سلام رو در همین جا هم میتوان بهره ای از اون زندگی بهشتی رو در روی زمین هم با صلح و صفا میتوان برپا کرد. بهشت جاودان که صلح مطلق هست، ولی بخشی از اون هم، پرتوی از اون بهشت جاودان رو ما میتونیم در همین زمین منعکس بکنیم به همین تعالیم و آموزه ها. این آموزه دیگر مولانا که واقعاً چه در تئوری و چه در عمل خودش مقید بود و پایبند، مولانا کسی نیست که فقط در مرحله تحلیل، تفسیر و تئوری توقف کنه. عملاً اون تئوری ها و تحلیل هاش رو جاری میکرد در کردار و رفتار خودش و اون تکیه بر نقاط مشترک ادیان هست. خب ادیان، به خصوص ادیان وحیانی، بسیار بسیار نقاط مشترک دارن. انقدر نقاط مشترک دارن که دیگه وقت نمیشه که به اختلافات رسیدگی بشه و با همین رگه های مشترک می شود میان انسان ها تفاهم و صلح و سازگاری ایجاد کرد. میگه 10 چراغ ار حاضر آید در میان، هر یکی باشد به صورت غیر آن، فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. در معانی قسمت و اعداد نیست. وقتی میگه 100 کتاب ار هست جز یک باب نیست، نگاهش به ادیان مختلفه که میگه نهایت اون جوهر ادیان بندگی خداوند هست دیگه. ما یادمون نره که بنده خدا هستیم. این جوهر ادیانه. 100 کتاب ار هست جز یک باب نیست، 100 جهت را قصد جز محراب نیست. این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران دانه، این هزاران سنبل از یک دانه است. ریشه و سرچشمه یکی هست، در زلال اصلیش از یک جا ناشی میشن. در فیه مافیه جاهای مختلف هست که باز مولانا روی نقاط مشترک ادیان تأکید میکنه. میگه که دین در دنیا یکی نشود، دین یک باشد، 2 باشد، 3 باشد، 4، با همینجور میره بالا. دین یک شود، میگه در کجا؟ در قیامت. اما در دنیا دین متعدد هست. در عمل هم رفتارش، کردارش، خب صلح و صفایی که با پیروان سایر ادیان داشت خیلی گزارش شده در زندگی و احوال مولانا. خیلی از مریدان مولانا مسیحی بودند. اینها رو با محبت و تواضع و فروتنی جذب کرده بود.
مسیحی بود اما مرید بود. از همه اصناف جامعه دورش جمع می شدن، با همه حشر و نشر داشت. حتی مورد اعتراض بعضی ها قرار می گرفت که آقا یا حضرت مولانا شما آخه با این مقامت چطور با این افراد سطح پایین جامعه حشر و نشر می کنید؟ مولانا هم در جواب می گفت که اگر اینها از من بهتر بودن که من مرید اینها می شدم. یادآور همون کلام حضرت مسیح هست در انجیل متی که وقتی گفتن چرا تو با این افراد سطح پایین جامعه نشست و برخاست میکنی، گفت که بیماران نیازمند طبیب هستند. با یک کلام کوتاه و باریک جواب اشکال داد. این است که بهاولد در ولدنامه وقتی که میخواد بگه که در مراسم تشییع پیکر مولانا چه قیامتی شد، چه غوغایی شد که کتب تذکره ها هم نوشتن به تفصیل، قیامتی شده بود. میگه که اهل هر مذهبی بر او صادق، اهل هر ملتی بر او عاشق، عیسوی گفته اوست عیسی ما، موسوی گفته اوست موسی ما. نیکلسون خب یکی از اکابر بزرگان محققان به اصطلاح متون مربوط به مولانا، به اصطلاح یکی از مثنوی پژوهان و مولانا پژوهان نامدار قرن که انگلیسی هم بود، یک کتابی داره به نام تصوف اسلامی یا تصوف در اسلام، اسلامیک میستیسیسم، یه همچین عبارت انگلیسیش اینه. ترجمه های مختلفی میشه کرد، تصوف در اسلام یا تصوف اسلامی. به هر حال در این کتاب نیکلسون وقتی میرسه به این صفت وحدتگرای مولانا و فروتنی و تواضعش با همه پیروان ادیان و محبتش، مهربانیش و به قول خودش تسامحش، میگه که مولانا از دانته خیلی بالاتره. این دیگه حرف من و شما که نیستش، اینو نیکلسون فرنگی داره میگه. میگه که مولانا از دانته که صاحب کمدی الهی هست خیلی بالاتر و برتره. چرا؟ به خاطر اینکه میگه دانته در کتاب دوزخش به هر حال با همه این که مشرب وسیعی داشته، عارفانه داشته و اینها، نهایتاً این بنده خدا هم دچار تعصبات مذهبی و فرقه‌ای میشه و نسبت به ساحت مبارک رسول اکرم اساءه ادب میکنه، نسبت به علی ابن ابی طالب. میگه ولیکن مولانا به هیچ مذهب و هیچ فرقه‌ای اهانت نکرده، تعارض نداشته، تعرض نکرده. خب این نشان از این است که با اینکه دانته مثلا 50 سال بعد از مولانا متولد شد، در یک قرن هستند معاصر، با این حال مولانا از نگاه نیکلسون برتر از دانته هست به لحاظ اون نرمش و همگراییش با سایرین. آموزه دیگری که مولانا تعلیم میده برای بشر امروز، نسخه‌ای هست جهت نجاتش، این است که مولانا روی شادی و
شعف خیلی تکیه داره، مثل ابو سعید ابوالخیر از این حیث شبیه اون هست. ابو سعید ابوالخیر گفت شادی فریضه است، گویی که مولانا هم شادی و شعف و ابتهاج پایدار رو فریضه دونسته. شما ببینید مولانا عصری که ظهور کرد از بدترین دوران تاریخی بوده، یعنی ناامیدی، گرد مرگ و یأس و همه جا افشان شده بود و جز خبر مرگ و بدبختی چیز دیگر نمی‌رسید. از اون ور هنوز آتش جنگ‌های صلیبی که 200 سال حدوداً پایداری کرد این جنگ، چه قربانی‌ها گرفت، حتی 18 سال، حدود 20 سال بعد از رحلت مولانا هم هنوز این جنگ‌ها ادامه داشت. از اون طرف تهاجمات ویرانگر مغول که مثل سیل آتشین در هر سرزمینی سرازیر می شدند، می کشتند و می سوختند و می بردند و غارت می کردند. در یک چنین احوالی که حتی مغول تا پشت دیوارهای شهر قونیه مدینه الاولیا هم رسیده بود، در یک چنین بحرانی شما ببینید به هر حال مردم از اون جنگ‌های صلیبی، از این ور حملات مغول واقعاً به زانو در آمده بودند. هر کس در لاک خودش یأس و ناامیدی. در چنین شرایط مولانا دیوان شمس رو که سراسر امید به زندگی هست در چله همت خودش قرار میده و از کمان روزگار رها میکنه و این میراثی میشه و امید و شادی و امیدواری به ادامه زندگی و بقا رو برای مردم به ارمغان میاره. اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. خب تو این بیت دقیقاً اوضاع روزگار خودش رو منعکس کرده مولانا. اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. اگر تنهاست عاشق، اگر ظاهراً عاشق تنهاست، نیست تنها که با محبوب پنهان یار باشد. سوار عشق شو از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. خب ببینید خیلی بر روح بلند باشه که این تیر و ترکش های یأس و ناامیدی به او هیچ صدمه‌ای نزده باشه، اینجور یلانه و پهلوانانه سخن بگه از شادی. اما شادی که مولانا میگه یا عارفان از شادی دم میزنن، شادی ببینید با الکی خوشی و به اصطلاح تفنن و هوس‌های زودگذر فرق داره. همونجور که سهروردی صاحب حکمت الاشراق در اواخر حکمت الاشراقش میگه که شادی حقیقی، شادی راستین و ابتهاج پایدار فقط در معنویت پیدا میشه. غیر از معنویت سیلان نفسه. ما سیلان نفس رو که مثلا فرض کن مدل ماشینمون یه درجه میره بالاتر، یکی 2 میلیون گیرمون میاد، اینا ممکنه در ما یک ذوقی ایجاد کنه، اما اینا شادی نیست، چون فردا دوباره عادی میشه. ای بسا همین داشته ما سبب غم‌های بزرگتر ما بشه. شادی در مسائل مادی هرگز حاصل نمیشه. شادی و ابتهاج پایدار فقط در معنویت، فقط در اتصال به حقیقت هستی هست. مرا عهدی است با جانان که شادی آن من باشد. به همین ترتیب دلی دارم که گرد غم نگردد، می دارم که هرگز کم نگردد. دلی دارم که خوی عشق دارد، که جز با عاشقان همدم نگردد.
چو عام و خاص آب خضر، یعنی آب خضر اینجا عشقه، چو عام و خاص آب خضر نوشند این عشق حقیقی رو، دگر کس سخره ماتم نگردد. خطی بستانم از میر سعادت، که دیگر غم در این عالم نگردد. خب در اون شرایط وانفسا لازم بود که چنین میراثی نهاده بشه برای بشر امروز هم. به هر حال میدونید که بشر امروز به لحاظ اینکه مسائلش گوناگون هست و مشکلاتش گوناگون، سخت افسرده هست، کلافه هست، حتی از دست خودش هم کلافه است انسان. یه موقعی گمان میرفت با پیشرفت علوم فیزیکی، داعیه این بود که همین علوم فیزیکی، علوم محسوس، تجربی، ساینس، اینها میتواند بشر رو به سرمنزل سعادت واصل کنه. اوگوست کنت پیغمبر این نهضت شده بود که علم کفایت میکنه، دین و معنویت و ایمان اینها زائد هست، ما با همین علم میتونیم به همه جا برسیم. بعد که انقلاب صنعتی شد و خب برای بشر رفاهیات فراوانی به ارمغان اومد، اما در کنار این امکانات و رفاه ها یک خلأهای عمیق روانی هم انسان پیدا کرد که اونا دیگه علم نتوانست با اون وعده‌ای که داد که ما شما رو به سعادت خواهیم رسانید، علم به وعدش عمل نکرد. در نتیجه خب میبینیم که امروز بشر سخت محتاج به معنا هست. خب موضوعات دیگری هم هست که من به لحاظ اینکه وقت سپری شده انشالله در فرصت‌های دیگر، این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش برق. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. دستگیر از دست ما را بخر، پرده را بردار و پرده ما مدر. این چنین قفل گران را ای ودود، که تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گرنه در گلخن گلستان از چه روست. جز تو پیش کی برآرد بنده دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. بنده عرایزم تمام شد. بسیار متشکریم از استاد زمانی که مثنوی رو به صورت نسخه میپیچن و این اگر عنایت بفرمایید میگن مثنوی مثل بارانه، باران مداوم. اونهایی که گیلان زندگی کردن، مازندران زندگی کردن میدونن. روز اول خیلی خوشاینده، دوم خیلی خوشاینده، ولی روز سوم چهارم دیگه امان آدمو میبره. من یادم هست از آذربایجان یه مهمانهایی با خودم آورده بودم گیلان، 17 16 15 شهریور بود، تا مدارس باز بشه بریم مدرسه. ما رسیدیم سیل بود، باران بود، فردا باران شدید بود، پس فردا یکم باران تند بود، تا 5 6 مهر شد. در این حدود یه آفتاب یک ذره دیده شد. من دیدم یکی از اون بچه ها برادرش صدا میکنه که فلانی بیا آفتاب رو ببین. یعنی بعد از 12 روز 14 روز یک مثنوی واقعا یکم اگر آدم معتاد به زبان مولانا، معتاد به گیر و پیچ نباشه، اون مطالبی که استاد زمانی اینجا به صورت کوتاه یک نکتهش اینه، نکته دوم اینه، این رو معمولا نمیشه استخراج کرد مگر اینکه تبحری مثل زمانیوار داشته باشه.
و انشاءالله این کار رو باید استاد انجام بدن برای جوانها نه، من کوچکتر از جوانها، کودکان، که من مثنوی که آماده می کردم به یک نفر دادم این رو نمونه خوانی بکنه. مثلا ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است. یعنی چه؟ از این بپرس از اون ولی این رو به معنای معمولی میاریم. مثلا مولانا خیلی فعل و فاعل رو جابجا کرده. گاهی من دادم نمونه خوانی کرد به نثر. یه روز به من آقا گفت فلانی مولانا هم حرفهای حسابی زده ها. یعنی متوجه شده بود مولانا زبانش رو باید کسب کرد. یعنی نه مولانا، ناز خسرو زبان مخصوصی داره، یا شعرای مثلا شاملو یا سپهری یه زبان مخصوصی داره، باید عادت به اینها کرد. در ترکیه یک شاعر بود به نام فاضل حسنی داغلارجا، یک شبیه اخوان ما یا شبیه الف بامداد احمد شاملو مرحوم. من یک روز سالها پیش رفتم به دیدنشون، حدود 85-90 سال داره. بعد گفتم که من شعرهای شما رو میخونم نمیفهمم. گفت که زیاد بخون میفهمی. و من به گفته اون مرحوم عمل کردم و دیدم با این واقعا مولانا خیلی از غزلهاش همون گفتن اینجا آب خضر یعنی عشق. این را تا متوجه نشه آدم، یعنی مصدر شاهنامه هم همین جوری هست. شاهنامه بعضی لغت‌های کجا یعنی که اگر ندونی میگه مثلا فردوسی متوجه زبان فارسی دقیقا نبوده، در حالی که متوجه بوده. زبان یکم تحول پیدا کرده و امروز کجا به معنی که به کار نمیره، ولی در شاهنامه متعدد به کار رفته. من باز بگم سپاسگزاری میکنم از جناب زمانی به خاطر اینکه یعنی شما نمیدونید دیشب من چقدر مستعسل بودم و مونده بودم چه باید کرد، و وقتی درد خودم رو به ایشون عرض کردم ناجی من شدن و من واقعا ارادت قلبی دارم به ایشون، میدونن، به خودشون، به خانوادهشون، پسرشون، و این ارادت روز به روز عمیق‌تر، ژرف‌تر و نابتر میشه. خیلی متشکرم از من باز صمیمانه از سپاسگزارم. اگر سوالی دارید یا لطف کنید بنویسید، یا اگر میخواهید یکی از خانم ها بیان میکروفون، اگر صداتون بلند هست بفرمایید. حالا من البته حدس میزنم که شاید منظور شما اگر ممکنه یه مقدار بیشتر باز بکنید، من منظورتون رو زیاد متوجه نشم. بله بله. شما فرمودید که در دنیا ادیان زیاده، متفاوته، ولی به وحدت میرسن در قیامت. یعنی یک دین میشه در قیامت. خب من چجوری یک دین میشه؟ بعد ادیان باورهایی که ما مثل قیامت داریم دارن و اگر اینو نمیدونن چرا این همه مشکلات؟ نه ببینید، من نقل قول کردم از فیه مافی که مولانا گفت که دین در دنیا یکی نشود، یک باشد، دو باشد، سه باشد، شود در قیامت. خب این یک اصل و پایه‌ای داره، به لحاظ اینکه ما در دنیا که هستیم، خب این حجاب‌های مختلفی که بر دیدگان و بصیرت ما کشیده شده، نمیتوانیم حقیقت رو دریابیم. این است که و کشفنا در سوره قاف داریم، فکشفنا عنک غطاءک
فبصرک الیوم حدید، که میفرماید که وقتی قطاع یعنی این حجاب رو، حجاب دنیا از برابر چشمان شما میره کنار، چشمان شما حدید میشه، یعنی تیزبین میشید، حالا واقعیت رو میبینید. و از این آیات کم نیست که به هر حال اینجا ما نفس فعال هست، نفس خودخواهی، خودبینی بیکار نمیشینه به کمک شیطان. ما به هر حال یک نوع حجاب ها و تیرگی هایی جلوی چشمامون رو میگیره و همونجور که میگه ما چه کشتی ها به هم بر میزنیم، تیره چشمیم و در آب روشنیم. با اینکه ما در یک آب زلال قرار گرفتیم ولی چشمامون نمیبینه. اینه که کشتیامون و کشتیهای وجودمون و حالا این وجودمون دینمون هم هست به هم دیگه میکوبیم، فکر میکنیم با هم مخالف هستیم، در حالی که نگاه مولانا این است که اگر ما جوهر دین رو دریابیم، جوهر دین چیه؟ بندگی ما نسبت به حضرت حق هست. خب به هر حال ادیان وحیانی خصوصا همه آدم ها رو به بندگی خدا خوندن دیگه. پس جوهر دین بندگی خداست. منتها حالا ما اگر جهل و مسائل دیگه بر دیده ما چادر بیاندازه، حجاب بیاندازه، فکر میکنیم که با اون یکی اختلاف داریم. همین رو هم مولانا در دفتر دوم داستان انگور، اون 4 نفری که میخوان برن انگور بخرن منتها زبانهاشون با هم متفاوته، هر کس انگور رو با یک لفظ زبان خودش بیان میکنه. اینها به هم میپریدن که نه من انگور میخوام، اون یکی میگه آقا من همشون انگور میخواستن اما به لفظهای مختلف. حالا میگه صاحب سری عزیز 100 زبان، گر بودی آنجا بدادی صلحشان. بله این در مورد یک دین هم همین جوری هست. حالا نگیم اسلام و یهود و مسیحیت، در خود مسیحیت ببینید یک فرقه با فرقه دیگه مخالفه. بله. اون یک جور تعبیر میکنه، اون یه جور دیگه تفسیر میکنه، تعبیر میکنه و چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد، حتی موسی با موسی. و این در ادیان یک دین واحد هم یعنی تعصب، همون غطا، خیلی چیزها رو وارونه جلوه میده. خیلی بفرمایید. در ادامه اشاره کردید که حضرت مولانا در فیلم ماهی می‌فرمایند که در بهشت هیچ تضادی نیست. از طرف دیگر یکی از نه مولانا اینو نگفت، این آیات قرآنی هست. وقتی که ما میگیم فرض بفرمایید شیر و به اصطلاح عسل در سوره محمد هست دیگه، اون 4 جویبار، خب اینها هیچ موقع طعمشون عوض نمیشه. خب اینها این کون و فساد به اصطلاح حکما در عالم ناسوتی و محسوسات ما هست. ازداد حاکم بر این جهان محسوسات هست، ولی بهشت که یک نشأه ماورای این جهان مادی هست، در اونجا دیگه تضادی نیست. از این جهت آب او متعفن نمیشه، عسل او خراب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ازداد نیست. ولی در جهان ما چون ازداده، هر چیزی چیز دیگر رو میخوره، آکل و معکول میشه و کون و فساد ایجاد میشه. از طرف دیگر یکی از راه‌های شناخت خداوند از طریق شناخت ازداد هست که خود حضرت مولانا هم به این تعریف بله. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که تنها جایی که امکان شناخت خداوند وجود داره همین دنیاست، نه بهشت. ببینید بهشت که یقین محضه. وقتی که ما در وارد اون نشأه بشیم دیگر همه چیز کشف شده. اشرقت الارض به نور ربها، در اونجا تجلیات حق در همه جا هست، هیچ کس دیگه به شک و تردید نیست. این است که بارها در قرآن هست که دوزخیان میگن آقا خداوند ما رو بازگردون، ما نمیدونستیم اینجوریه، نمیدونستیم که سررشته امور همه به دست تو هست، حقیقت رو نمیدونستیم، میشه ما رو بازگردونی دوباره عمل صالح، نعمل عملا صالحا. این است که
خب وقتی که ما وارد اون نشأه بشیم دیگه به یقین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این یقین حاصل میشه دیگه. اونجا همه میدونن که سررشته امور به دست حضرت حق چی بوده، باطل. بله. ولی خب در این دنیای پر از حجاب ما به ازداد هست که پی میبریم به شناخت خداوند. تعرف الاشیاء به ازدادها، دیگه این یک اصلی هست. بله، چاره ای نیست. نکته که راجع به حقیقت فرمودین به مولانا اشاره داده، حقیقت همه حقیقت در نایافتنیه و هر کسی بخشی از حقیقت رو داره. اما می‌بینید مثلا حافظ هم میگه چون ندیدن حقیقت به حق سال دادن. آیا واقعا اصل حقیقت در نایافتنیه از دیدگاه مولانا یا نه این چیزی که این مردم بود خیلی بحثش بین دانشمندان ما هست؟ آیا منظورش اینه که ما به حقیقت هیچ وقت از پیدا نمی‌کنیم یا اینکه نه واقعا قابل دریافت؟ خب ببینید، به طور هر کس به اندازه ظرف خودش آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. خب این بیانش این است که هر کس به اندازه اون دامان و به اصطلاح سفره‌ای که آورده روزی میبره. هر کس که میره دریا بیکرانه، اقیانوس بیکرانه است. خب ما ظرفمون چقدره؟ تشت میبریم، بشکه میبریم، پیاله میبریم، استکان میبریم، به این ترتیبه. به هر حال اون شناختی که فرض بفرمایید شناخت حقیقی باشه، مستلزم این است که ما محیط بشیم بر اون حقیقت بیکرانه، ما محدودیم. چجوری میتونیم محیط باشیم؟ ما همیشه محاط هستیم و منتها به اندازه ظرفی که بردیم از اون بیکرانه معرفت حاصل میکنیم. اگر ما این استدلال رو بپذیریم هیچ وقت نمیتونیم بگیم که دیگری هم ممکنه، چون نسبی میشه دیگه همه چیز. یعنی آیا فرد دیگر، فرد ثالثی، آیا اون درست میگه یا غلط میگه؟ اینجا شنید ظرف به قول من اگر آخرین مثال شما اشاره کنید، فرق آب زلال، آبایی که در ظرف‌های افراد هست، اینجا آب زلال که آیا کدام یک آب زلال، چون هر دیدگاه خودش ظرف خودش آب. نه، ببینید شناخت و معرفت مثل ایمان، یقین، اینها مراتب دارن. رفیع الدرجات ذوالعرش، خداوند رفیع الدرجات، یعنی که ایمان افراد پلکانی است، یعنی ذو مراتبه. مثل نور، شما مثال نور رو ببینید، شمع هم نوره، این لامپ هایی که بر سقف نوره، نورافکن هم نوره، ماه هم نوره، خورشید هم نوره. در ذات نور هیچ فرقی با هم ندارن، اما در اشتدادشون، یعنی در شدت و ضعفشون با هم تفاوت دارن. ایمانها و معرفتها هم ذو مراتبه، درجات داره، یعنی تفاوتشون طولیه، عرضی نیست که همو نفی بکنن، تقابلی نیست، در یک خط طولی هست، فقط تفاوتشون در شدت درجه است. این در ایمان اینجوری است، در معرفت همینجور. لطفاً یکم بلندتر اگر بفرمایید. حلال است رقص بر یاد دوست که در هر آستینش جانی عزیز. ببخشید استاد، یه جای خالی احساس کردم تو برنامه‌تون. از دیدگاه خودم، از نقطه نظر خودم بهش نگاه می‌کنم. عذر می‌خوام. در فرمایشاتون اشاره کردید در مورد شادی صحبت کردید. شادی. مولانا می‌فرمایند که شاد از وی شو مشو از غیر وی، یا اینکه در قرآن هم آیه 23 سوره حدید می‌فرمایند که شما شادی سرمستانه مکنید و بر آنچه که از شما فوت می‌شود غم مخورید. بله.
من از این نقطه نظر خواستم اگه در ظرفیت مجلس باشه این مطلبی رو در مورد رقص عرض کنم، چون خودم مدرس رقص هستم، تدریس میکنم و یک تحقیقی پیرامون این مورد دارم. خواستم اینو اگه خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون. ببخشید. اینکه در عربی میگن رقص، در لاتین میگن دانس و در فارسی میگن فتح وشت، پایبازی، پایکوبی و در کردی که من رقص کردی رو کار میکنم و میگن پالپاکه به مجموع حرکاتش میگن. علامه تقی جعفری میگه که رقص بدون هدف مخصوص خرسه که بیهوده دست میافشاند. در فرهنگ عمیق هست که به نام رقص الجمل یاد شده از افرادی که بیهوده میرقصند. و اینکه در خط سوم از مولانا نقل شده که دیدم مردم از دین چیزی نمیفهمند، سعی کردم با شعر و موسیقی و سماع و رقص به مردم دین را بفهمند. و اینکه 23 خرداد ماه سال 90 با شماره 224 از طرف میراث فرهنگی رقص کردی ثبت معنوی شد. جای خالی این رقص در مجلستون حس میشد از طرف من استاد. باز این که یک موضوع دیگه ببخشید از ظرفیت مجلس راضی شدم. 7 شاخص را استاد برای رقص کردی من تدوین کردم. مهمترین، وزیربنایی ترین رقص، شاخص یک رقص معرفتی در دنیا دایره بودن اون رقصه و جمعی بودن. رقص‌های فردی رقص‌های در خدمتن، رقص‌های درباری هستند، رقص‌های شهوانی و نفسانی هستند. رقص کردی، رقص لزگی، رقص کنتوی بندر عباسی‌ها، شلنگی خراسانی‌ها، رقص‌های ایرانی، رقص‌های باستانی، رقص‌هایی که ابتذال نیست، رقص‌هایی که در خدمت نیست و انفرادی نیست، رقص‌های این گونه دایره‌ای می‌رقصند. حول یک نقطه مشترک، همون وحدتی که شما فرمودید. معشوقه یکیست لیک بنهاده به پیش، از بحر نظاره 100,000 آینه پیش. در هر یک از این آینه ها بنموده بر قدر صفا و سفالت صورت. همون وحدت وقتی میاد پایین زمینی میشه، همون نقطه نظراتی که همون تفاوت است که شما فرمودید. این که یک شاخص دیگه برای رقص کردی بازم تعریف کردم که اینه که وحدت بشه. افرادی که میرقصند در این رقص جمعی دست اندر دست هم با وحدت و یک پارچه و همسو. و اینکه ما رقص کردیمون در شاهنامه گفته شده 2 رزمنده که این گونه روبروی هم میرقصیدن از چپ به راست، اینا دعوت به رزم میکردن همدیگر رو. یکی از این رزمنده ها اگر برعکس حرکت میکرد یعنی من شکست رو پذیرفتم و ما فقط رقص چمرینمون که مختص مرگه به این شکل و برعکسه. اینا حالا بقیه دیگه امکان احساس می‌کنم از ظرفیت مجلس خارج ان شاءالله در جلسات بعدی ما می‌تونیم سلامت باشی. سلامت باشی. آقای این لطف کنید اون در کجا شاهنامه است اون رو اگر مشخص کنید بسیار ممنون میشه. کجا هست؟ و یکی شما زوم کردید روی کردستان، شما خوزستان خراسان برید، بجنورد برید، خوزستان برید و حالا در چیه ببینید در چون شما یک قسمت را دیدید بقیه ببینید رقص رو میگن بنای ظلم در اول اندک دیگران اومدن و افزودن. اون رقصی که به عنوان رقص شهوانی نفسانی گفتید این تحمیل شده به رقص هست و در هندوستان در خیلی از معبدها رقص عبادت مثل نماز خوندن ماست و در شما رقص چوب، رقص شمشیر یا در رقص آذربایجانی که ما هستیم، یعنی شما به رقص آذربایجانی با شما نمیتونید خمود باشید تو رخت خواب دراز بکشید، باید بلند شید، بالاخره اسب دارید رزینش کنید، سوار شید، سپر دارید، شمشیر دارید تیزش بکنید. این در همین جنگ‌های مختلف این رقص‌ها به داده این مردم رو استاد من همون در عرض شما شاید درست متوجه نشیم عرض کردم که دایره بودن رقص‌های معرفتی که از شاخص‌هاشون دایره که اکثر رقص‌های سنت اون دایره هم اول خط مستقیم بوده بعد دایره شده، یعنی این ادامه به من از رفت با صالحینه و لست منهم، من رقص رو دوست دارم ولی خدا شاید بلد نیستم، ولی بسیار یعنی شما رقص گیلانی ها برداشت محصول کاشت برنج برداشت اون طبق رو دستشون میگیرن، شما ببینید عیناً اون برنجکاری رو به شما نشون میدن.
نه شما فقط نکوبیدید، فقط کردها رو استثناء کردید. ما میگیم کردها برادران ما هستن، گیلانی ها هستن، آذربایجانی هم برادرای شمالی ما هستن. در هر صورت من نمیتونم در مورد رقص سامبا که در هندوستان الان نظر بدم، اشتباهی نداره. در مورد رقص لزبیک همیشه من اومدم گفتم دایره یک شاخصیه که رقص‌های معرفتی در دنیا دایره می‌رقصن. مولانا سماعشون دایره بوده، به سوی دایره می‌رقصن. دایره مقدس به این شکل نیست، چرخش کائنات دایره بوده. دایره نقطه آغاز و پایان نداره. انیشتین میگه هر خط راستی رو که امتداد بدید تبدیل به دایره میشه. من اینو عرض کردم خدمتتون. من میگم تمام رقص‌های سنتی ایران دایره است. به عنوان یک کرد در مورد کرد صحبت کنم. این آقا ترکی رو میگه، این خانم فیلمی رو میگه. ما میگیم من اسلایدهایی داشتم 30 سال پیش از رقص‌های مختلف استان‌های مختلف ترکیه، همه دایره است. یعنی در اسکاتلند من دیدم به چه دایره است. و حالا برای اینکه خیلی از دایره خودمون خارج نشیم، ایشون آخرین نفری باشه. بفرمایید شما. حضرت مولانا یک بیت شعر داره، میگه پیر من و مراد من، شمس من و خدا. سوال من الان اینه که حالا ایشون جناب شمس و خدای خودش میدونن و اساسا از نظر مولانا انسان میتونه به مرتبیت الوهیت برسه. من یه چیزی اجازه بدید. مولانا یک نفر رو از مرگ نجات داده، یک نفر به نام سوریانوس. اومده اسمش پرسید تو چی هستی فلان، گفت من اسمم سوریانوس، یونان رومی بوده. میگه تو علاءالدین شدی بعد از این. و او رفته بوده در جاهای دیگه میگفته مولانا خداست، مولانا خدا. بعد شکایت کردن به قضات اونجا، محکمه این علاءالدین سوریانوس رو خواستن، گفتن شما گفتی مولانا خدا. گفت به قول ما امروز اختلاف به عرض شما رسونده. من گفتم مولانا خدا آفرینه. من یه آدمی بودم الان کشته می شدم. در ذهن خالی سیاه من مولانا مفهوم خدا را قرار داد. مولانا در اینجا خدا را آفریده. من میگم مولانا خدا نیست، خدا آفرینه. و شمس اگر نبود، یک هم جسورانه است، با جسارت ببخش، اگر نبود مولانا معارف فوقش تحویل میداد به ما، مثل معارف پدرش. و شمس اونجور خداست که خب شماش خیلی من عذر میخوام از مجال سبعه مولانا رو با فیه مافی مقایسه کنیم. قبل از دیدار با شمس، بعد از دیدار با شمس. یعنی مولانا رو اصلا کله پا کرد. یعنی مولانا یک مفتی بود، یک زاهد بودم، خودش میگه ترانه‌گویم کردی، سردفتر عشق و باده‌جویم کردی، من چی بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. مولانای مفتی رو بازیچه کودکان کوی کرد. و الان در بازار زرگران قونیه یک نفر آدم معمولی نمیتونه برقصه. در قرن هفتم مفتی شهر اونجا رفته با صدای چکش به همون دایره گشته، دوران کرده. این ساخته شمسه و شمس خدا نیست، ولی خدا را پیغمبر اسلام انبیا در مغز ما گذاشتن، ولی ما خودمون خود به خود بودیم. من نمیدونم به کجا میرسیدیم. اون مفهومه. بله چه منظور خدا. ببینید منصوبه، خب تو بعضی نسخه ها نیستش. همین مفهوم در هست، شبیهش در دیوان هست. حالا هست شمس چی بود، تا صورت پیوند جهان بود، علی بود، نمیدونم فلان. اون نیست. اون من 3-4 تا دیوان هست. من اینا رو دیدم. یک نسخه ای هست که از هشتم، اواخر هفتم، اوایل هشتم. من اون رو هنوز ندیدم، تازه دستم، ولی من چاپ کردم. اینها نیست. هست بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر.
این از مولانا نیست. ساختن ولی خوب ساختن به نام مولانا، بستن. این از مولانا نیست. من میخوام منو علاءالدین چون در این مورد بود بیشتر ظریف و دقیق بود. بله این خدا هم حالا گیریم که این غزل از در برخی خب از نسخه ها هستش، اما در نسخ قدیمتر نیست. اما حالا گیریم که این را هم به حساب مولانا بگذاریم، باز ایرادی ایجاد نمیکنه، چون خدا در اینجا معادل الله نیست که کعبة الاسماء باشه و خاص ذات احدی. خدا شما به اصطلاح کت خدا، این به معنای صاحب و به معنای پرورش دهنده است، نه به معنای خالق زمین و آسمان. خب از این حیث که شمس تأثیر به سزا داشته، از این جهت خدا نه به مفهوم الله و خالق، بلکه به معنای همین مربی و صاحب اثر و اثرگذار، به این مفهومه. والا نمیدونم اگر اون خانم اونجا هستن برای جلسات یک سوالم اون خانم داره، بفرمایید. ببخشید، با توجه به صحبت‌هایی که شما کردید و اون چیزی که ما از مکتب مولانا یاد گرفتیم که حرکت جهان، حرکت عشق و تکاملیه، تو این هزاره سوم چقدر میتونیم امیدوار باشیم؟ و قرآن هم از طرف میگه قلیل من الآخرین. حالا این همین داستانه، البته من اندازه و کمیت رو نمیگم، چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم؟ خب به هر حال ببینید اقبال به آثار مولانا نسبت به دهه‌های پیشین خب بیشتر شده. قبلا نه در فقط داخل جامعه خودمون، بل در سطح جهان، حالا هر جام به رعایت احوال خودشون، اما قبلا یعنی در این فرض کنید 5 دهه گذشته، 50 سال پیش، نیم قرن پیش، مثنوی و آثار مولانا اولا فقط مثنوی شناخته شده بود، دیوان غزلیات باز خیلی کمتر، فیه ما فیه کمتر، مجالس سبع باز کمتر، و تازه افرادی سراغ آثار مولانا میرفتن، آدم‌های باسواد، خاص الخاص، و اون هم با سنین بالای 50-60 سال. ولی خب الان شما میبینید که مثنوی خواندنش تقریباً داره عمومی میشه، از این حیطه خواص خارج شده، یک اقبال عمومی شده. اینها به هر حال خودش علائمی هستش. خیلی متشکرم از خیلی قربان شما.